نصرت قبول باشه. خیلی بهت افتخار میکنم. خب الانم که قاضی تحقیقات شده این خطرها هست دیگه. گفتم شرایط زندگی ما عوض شده، باید خیلی مراقب باشیم. اینو بهم دادن برای حفاظت شخصی. برای چی؟ حفاظت از خودمون. الان از تو چیزی خواستم؟ ناحقه. تو نت در اومده مشخصات باباست. آدرس خونه هم گذاشتم. اشتباهت این بود که به زن و بچه‌ت گفتی کارت چیه؟ مگه میشه نگفت؟ تا قبل. رضوان کجایی؟ چی شده؟ نگرانی خانوادت بفهمن چی کاره ای؟ من از هیچ کس نمیترسم.